و به خاطر همین مسئله که خدمتتون عرض کردم عمو مراد، امیدوارم که حسن نیت ما رو درک کنید و دست از لجبازی بردارید. و در همین راستا پیشکشی خدمتتان آورده ایم که ناقابل است. بفرمایید. این یه دونه MP3 پلیر ما برای شما آوردیم که این قسمت توش موسیقی قرار داره. یه دکمه میزنین موسیقی میخونه، بعد این بیلبیلک ها رو اینجوری میذارین تو گوشتون و باهاش موسیقی گوش میدین. این چیه؟ این MP3 پلیر هستش. ها اینا قدیمی شده. ها پارسال من به نه داییم برام آورده بود. قدیمی شده؟ ها قبلا تو از اینا دیده بودی؟ ها من 80 گیگشو دارم. ایناست 80 گیگشه. اینا به من آورده، اینا داییم آورده. 80 گیگشو داری شما؟ ها مانیتورم داره. 80 گیگ دیگه چیه؟ حالا بلش کنی این گیگ بعد از مگابایت. نه خب اب نداره. ببخشید کادو ما قدیمی بود عمو مراد. باشه نه این البته برای یادگاری نگه میدارم، استفاده نمیکنم. استفاده نمیکنی؟ بسیار خب. حالا من از طرف پدرم و خواهرم از شما میخوام که دست از لجبازی ورداریم و کدورت ها رو کنار بذاریم. کدورت ندارم. یعنی این که بذاریم ما برگردیم سر خونه زندگیمون؟ نه